سلام و عرض ادب، امیر نظری هستم. تو این قسمت از ویدیو میخوایم به دنبال افعی شاخدار عربی بگردیم. توی مناطق رملی خوزستان هستیم. این مار تو ایران پراکندگی بسیار کمی داره. توی جنوب غرب کشور تو بخشی از ایلام و خوزستان پیدا میشه. تصویر اون فرزاده داره میره آینم آینه، منم این سمتو دارم میگردم. محمد و جهانم فعلا رفتن، خبری ازشون نیست. دیگه برد بیسی به اون جواب نمیده. حالا تا برگردن ببینن چی میشه. خب استاد جان و استاد طاهرخانی هم تشریف آوردن روی اون تپه‌های روبرو دارم میگردم. حالا ما هم بریم برسیم بهشون. مجددا داریم میریم مسیر پیمایش شبانه. به نیم ساعت دیگه میرسیم. شروع میکنیم. بنزین چقدره؟ تازه هوا تاریک شده. الان وقت شروع گشته. ما دوباره شروع کردیم. بریم ببینیم دیگه چی میتونیم پیدا کنیم. امیدوارم امروز بتونیم این گونه رو پیدا کنیم و به شما معرفی کنیم. دیروز هم دنبال این گونه گشتیم ولی خب متاسفانه نتونستیم پیدا کنیم. حالا امروز باز دوباره ادامه میدیم پیمایشمون رو، ببینیم به کجا میرسیم. با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز، یک لحظه این بوته رو توجه کنید. از دور شاید اصلا مشخص نباشه اما افعی شاخدار عربی اینجا استتار کرده.
ببینید به چه زیبایی خودش رو پنهان کرده. از دور اصلا مشخص نیست، حتی نزدیکش هم میشیم تکون نمیخوره، اما ما ردش رو دنبال کردیم تونستیم ببینیمش. یه آیفون یه چی دیگه است. بعد از چندین ساعت پیمایش موفق شدیم افعی شاخدار عربی رو مشاهده کنیم. دلیل نامگذاری این گونه به خاطر اینه که اولین بار توی شبه جزیره عربستان دیده شده. من عذرخواهی میکنم یکم گرمه، گلوم خوش شده زیاد، صدام خوب در نمیاد. اینجا رو نگاه کنید زیر بوته. ببینید چطور خودشو پنهان میکنه زیر شنها. با عضلات بدنش ماسه ها رو به طرفین هل میده و خودش رو زیر شن مخفی میکنه. خیلی جذابه. ما از این گونه دو مدل داریم، گونه شاخدار و بدون شاخ، که خوشبختانه ما گونه شاخدارش رو مشاهده کردیم که خیلی زیباتره. به نظر من جزو یکی از جذابترین گونه مارهای ایرانه. زهر این مار به شدت خطرناک و کشنده است، اما چون پراکندگی کمی داره گزارش خیلی کمی ازش داریم برای گزش‌هاش. ببینید این شکل استتارشه، چون طرح و نقش روی بدنش شبیه به ماسه هاست. کمی که داخل ماسه فرو میره اصلا دیده نمیشه و از دید شکارچی های مختلف پنهان میشه و خودش میتونه به راحتی شکار کنه. جنس شاخاش اگر نگاه کنید نرمه، شاخاش چربی ماننده، اونقدر سفت نیست. 3 2 1. خب دوستان ببینید حرکت کرد. من الان یه ذره جابجاش میکنم داخل شنها بتونیم بلند صحبت کنیم. بیارمش این سمت. ببینید حرکتش به صورت اوریبه، چقدر زیبا حرکت میکنه. این باعث میشه که بتونه سرعت بیشتری داشته باشه. خب ما ویدیوی این گونه هم گرفتیم و رهاسازیش میکنیم که به زندگیش ادامه بده. با ما همراه باشید تا گونه های بعدی رو به شما معرفی کنیم. ارادتمند.